سلام خدمت همه عزیزان. بالاخره داریم سایت رو میاریم بالا. میبینید که چند تا آپشن داره: داشبورد، اشتراک، API کلیدها، آموزش اندیکاتور، تنظیمات نوتیفیکیشن و تست استراتژی، تحلیل تکنیکال، مدیریت پورت و کپی تریدینگ و هوش مصنوعی. و اینجا میتونید حالا در آینده چند تا صرافی رو میتونید بهش اضافه بکنید. این هم از این قسمت های برای معامله که حالا این بخش ها بهش اضافه میشه: نمودار قیمتی، شاخص RSI، حجم معاملات و عملکرد پورتفو، سود و زیان. خود تریدینگ ویو رو اینجا داریم و جزئیات پوزیشن. اینجا معاملات رو براتون ربات شروع میکنه و متوقف میکنه. اینجا هم که تایم فریم ها رو داریم: تنظیمات ربات، RSI. چند تا فیلتر داره که از میانگین متحرک 200 استفاده میکنه: واگرایی، الگوهای کندلی ژاپنی، پرایس اکشن، حد سود و ضرر رو براتون داره. اینجا درصد ریسک رو اینجا خودتون انتخاب میکنین. اهرم هم اینجا حالا تا 20 رو داره، میتونین اضافه بکن هر اهرمی که میخواین. اینجا هم درصد موجودی قابل استفاده رو اضافه میکنین. اینجا هم همینجور درصد موجودی برای معامله و اینجا ذخیره میزنید و ربات شروع میکنه به فعالیت کردن. ولی قبلش این که بخواید این کار رو بکنید، به نظر من اینجا باید آموزش اندیکاتورها، چه کلیپ هم براتون گذاشته و میتونید هم از آپارات هم از یوتیوب ببینید اول، بعد برین سراغ ما بقیه قسمت ها. اینجا هم که تنظیمات نوتیفیکیشنه که شما حالا ایمیل، تلگرام، پیامک اینجا ست میکنید و هر وقت سیگنال خرید یا فروش باشه رو براتون میفرسته. اینجا هم همینجور تحلیل تکنیکال، تایم فریم ها رو براتون داره: RSI، مکدی، بولینگر، استوکاستیک، نمودار قیمت و اینام. انشالله تا قبل از اینکه ربات دیگه بیاد روی سایت تمام اینا انجام میشه. اینجا میتونید ارزتون رو انتخاب بکنید و تایم فریمش هم انتخاب بکنید و اینجا بررسی میشه. موفق و مؤید باشید.